سلام، عرض ادب خدمت همگی. امیدوارم خوب باشین، وقتتون بخیر. تو این جلسه دوستان در رابطه با اه، تقریبا جلسه قبلی میخوام صحبت بکنم که بسیار جلسه در واقع مهمیه، یعنی ادامه داره. یک سری موضوعات در این جلسه گفته میشه خدمتتون که ما باید بدونیم که در رابطه با حالا استاپ هانت هایی که تو بازار اه، شکل میگیره، کدوم نقطه رو به عنوان ریورسال انتخاب بکنیم، یعنی اون محدوده ای که به عنوان ریورسال میخوایم در نظر بگیریم کجا هست. روی چارت با من همراه باشین. خب از شود که ببینید طبق ویدیو قبلی ما اینجا این اندیکاتور مارکت سشن فیکس رو با این تنظیمات معرفی کردیم، گفتیم که حالا به این شکله و ساعتاش هم که گفته بودم طبق حالا جلسه قبلی. اگه ندیدیم برین جلسه قبلی رو ببینید و اون تنظیمات در واقع اونجا هست. خب ما چیزی که در واقع میتونیم برای هانت یک محدوده و اون ریورسال در نظر بگیریم اینه که خب بدونیم اون نقطه ای که هانت اتفاق میفته بعدش ما میخوایم ریورسالش رو بگیریم کجا هست. در واقع بالا و پایین سشن ها میتونه یک نقطه بسیار مهم باشه، یعنی بازارساز اونجا رو عملا میاد هانت میکنه. خب تو تایم فریم 15 میتونید ببینینش سشن رو، در 5 میتونید ببینید، در 1 ساعت ببینید. خب این اندیکاتور رو که شما روشن بکنید کل اینجا سشن معاملاتی هست. خب بالا و پایین هر کدوم از این در واقع رنگ ها نقدینگی سشن های قبلی. حالا ما مثلا اگه بخوایم تو تایم فریم در واقع حالا مثلا 1 ساعت اگر بدیم، خب میبینید فیلم 1 ساعت بالا و پایینش کلی نقدینگی سشن نیویورک، توکیو. اینجا هم که پی ام سشن رو گفته بودم، یعنی بعد از ظهر نیویورک میتونه نقدینگی بعد از ظهر نیویورک از اینجا شروع بشه تا اینکه حالا 6 ساعت بعد به پایان برسه. من تایم رو روی نیویورک گذاشتم، حالا شما میتونید روی ایران هم تنظیم بکنید. میبینید خیلی واضحه، یعنی جایی که میبینید مثلا قیمت توی تایم فریم حالا 15 دقیقه فرضاً بخواید شما چارت و نمودار رو بررسی بکنید، میبینید که بازارساز عملا هانت سشن قبل براش مهم. حالا اگر تو پی ام سشن فرض کنید هستید به تایم ما 7:30 بعد از ظهر میشه و بگذره تا ساعت 1:30 صبح ایران، ما میگیم در نظرش بگیم، بعدش توکیو شروع میشه تا 7:30 صبح، 7:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر، 2 مرتبه نیویورک و این چرخه همینطور ادامه داره. خب چیزی که در واقع اینجا هست، وقتی که من میگم شما فرض کن توی سشن پی ام سشنی، قطعا وقتی که پایین ترین قیمت در نیویورک، یعنی تا ساعت 7:30 شب بسته میشه، بدونید دوستان اون زیر نقدینگیه، یعنی اینجا نقدینگی سشن قبل اینجا خوابیده. خب که شما به عنوان نیویورک لو این رو میشناسید. وقتی که این کف در واقع توسط سشن بعدی زده میشه، یه جورایی چنانچه اگر قیمت دیدید فرض کنید دیدگاه شما بای هست، اینجا اومد یک سری فیر ولیو گپ داد، یعنی نشونه های ریورسال و برگشت رو دیدید. نشونه های آی سی تی در واقع دوستان یکی از نشونه های مهمش گپ هست، فیر ولیو گپ. خب اینو من حالا سبز کنم ببینید، این یک گپ 15 دقیقه است. حالا گپ خیلی دلانگیزی هم نیست. چرا؟ چون این کندل سومش اگه خیلی شارپ ترن و بزرگ باشه، کندل 1 2 3 خیلی مهمتر، یعنی این خاصیت یک فیر ولیو گپ معتبر. حالا اینجا ما میگیم قیمت 2 مرتبه از اینجا وقتی اومده بالا، بدونید که هانت سشن قبلی که حالا کف نیویورک بوده، اینجا هم حالا در واقع لیبلش خورده، میتونه قیمت رو ریورسال بده، یعنی قیمت میتونه برگرده. خب شما معمولا نیاید بعد از اینکه هانت
سشن قبل اتفاق افتاد در 1 دقیقه ورود کنید، یا حالا من میگم 5 دقیقه ورود بکنید، به این دلیل که قیمت بذارید یه مقداری اون ریشه ریورسال برگرده، بزرگتر بشه، یعنی به یک تنه برسه. وقتی تو تایم 15 دقیقه در واقع، حالا ما میگیم تایم 15 و 1 ساعت، تایم میان مدت دوستان، تایم میان مدت 15 دقیقه 1 ساعت، 4 ساعت و دیلی تایم بالای، تایم 5 و 1 تایم فراکتال هست. حالا ما میگیم وقتی یه گپی تو تایم 15 هست، پس در واقع بازارساز تونسته روی ریورسال کار بکنه، یک سری خریدار رو آورده که این خریدارها اینجا گپ دارن و یه جورایی رو پول بکش عرض شود که میتونی شما کار بکنید. حالا این در واقع سطوحی که در میشه گفت آی سی تی من تعریف کردم، حالا در واقع این OTE و همون استاندارد دیوییشن آقای مایکل هست. اینجا گفتم که سطوحش به چه شکله، حالا ستینگش اینه: 0، -1، -2.5، -4 و 100. یعنی این ستینگ رو شما وقتی در نظر میگیرید، رنگ -2.5 و 2 در واقع این سطح نارنجی یک سطح اصلاحه. ما میگیم اینجا در واقع میتونه سطح اصلاح باشه. البته در واقع استاندارد دیوییشن یه تعریف کلی هم از این قضیه کرده. ببینید میگی که محدوده 1 و حتی 1.5، میتونید خودتونم 1.5 هم اضافه بکنید، سطح ریتریسمنت اولیه است. این -2 و -2.5 تارگت قیمته. حالا چطور رسم میشه؟ حالا این استاندارد دیوییشن آقای مایکل چطور روی چارت رسم میشه وقتی که هانت اتفاق بیفته؟ وقتی که اینجا میبینید این بالاترین سقفیه که پایینترین کف رو زده، یعنی شما همیشه برای چاک یه همچین تعریفی رو دارید. قیمت میاد اون سقفی که پایینترین کف هست رو هانت میکنه، بعدش میاد به سمت بالا و از شود که این محدوده، ما میگیم اینجا یه محدوده OTE رو میسازه، یعنی Optimal Trade Entry، که در واقع پس بنابراین ما میتونیم استاندارد دیوییشن رو 0 رو بندازید روی این نقطه، 100 رو این پایین، یا بالعکس فرق نمیکنه، یعنی برای مسیر منظور سل هست. خب شما فرض کنید که میخواید بای رو بزنید، 0 اینجا میفته، خب نقطه 100 تونم این پایین اینجا. اون محدوده ای رو 0 گذاشتم دوستان که منشأ چاکه، خب یعنی اونجایی که میخواد بشکنه. در واقع وقتی این اتفاق میفته، حالا ما میگیم که این محدوده اصلاح میخواد بده و قیمت اینجا حرکت بکنه. خب بنابراین حالا اینجا اون سقفی که پایین ترین کف زده کجاست؟ اینجاست. پس استاندارد دیوییشن منم در واقع میتونه به این شکل باشه. خب این از اینجا، حالا باید اکستند کنیم، یکم بیارید جلوتر، سطوح بهتر ببینید. شما دقت بکنید دوستان، وقتی بعد از هانت، حالا من اینو یه لحظه خاموش بکنم، ببینید وقتی بعد از هانت کف آسیا در کف عذرخواهی میکنم نیویورک وقتی زده میشه توسط پی ام سشن، قیمت اصلاح میده. تو تایم 15 هم اینجا گفتیم یک گپ داری، خب یعنی یه جورایی ادامه دهنده، اگر چنانچه قیمت حرکت کرده اینجا رو میخواد دیگه برگشتی بزنه و میای از در واقع استاندارد دیوییشن استفاده میکنی که اینجا در واقع وقتی که اون سقفی که پایین ترین کف رو زده میشکنه، بازارساز میاد در اون فیر ولیو گپ شروع میکنه به حرکت، یعنی نقطه های ورود بعد از هانت تو سشن ها میتونه اینجا باشه. بهتره برای شروع با این ستاپ رو از 15 شروع کنید، نه از 5 و 1 بخواید ورود بزنید، چون احتمال داره قیمت سلش ادامه دهنده باشه، بیاد این زیر حسابتون رو بزنید. حالا در رابطه با اینجا این سطح 2.5 که اینجا گفتیم، این سطح تارگت. خب سطح 1.5 گفتم سطح اصلاحیه و -2 تا 2.5 در واقع سطح اصلاح شماست. میبینید شما اینجا قیمت اومده تو سطح 1.5 این بالا
یه اصلاحی داشته داخل رنج برگشته و 2 مرتبه اومده نزدیک همون محدوده که حالا شاید خیلی بپرسن اینجا چه چیزی که قیمت رو برمیگردونه. اگه چنانچه تو تایم 1 ساعت یه گپی بود یا حالا یه محدوده‌ای بود، بدونید که یه اصلاحی قراره، چون سطح اوتی ما و اون سطح تارگت زون ما اینجاست، میتونه یه حالا اصلاحی اینجا انجام بده. بنابراین قیمت میاد حالا اینجا نزدیکش اصلاح میکنه، قطعا تو تایمر بالاتر شاید میگم یه فر گپی چیزی همین حوالی باشه. بعد از اون وقتی میاد تارگت زون رو که این منفی 2.5 هست رو میزنه، دیگه قیمت اگه چنانچه ازش رد شد بالاترش بیوستاد، قیمت میتونه 2 مرتبه یه اصلاح بده، یعنی یه تنفس داشته باشه برای ادامه مسیر. یعنی اون ادامه دهنده شدن مسیر در گروه این تثبیت قیمت بالای این محدود است. حالا بعضیا برای -4 که یه جورایی سطح آخر اوتی هست، یه سطح آخر استاندارد دیوییشنه، یک سری حالا اعداد هم اضافه میکنن، یعنی -4.5 هم اضافه میکنن که اون یه جورایی به عنوان یک قیمت بالاتر و پایینتر، یعنی all high time price و all time low price گفته میشه، یعنی بالاترین قیمت و پایینترین قیمتی که میتونید خودتون اضافه کنید. ولی این اعداد در واقع میتونه همون استاندارد دیوییشن آقای مایکل باشه به اون صورت. خب حالا من این منفی در واقع 5 رو که اینجا گذاشتم، این یه کاربرد دیگه ای هم داره. فرض بفرمایید شما میخواید مثلا اینجا ورود بکنید، وقتی بخواید در واقع اون نقطه ای که گفتم حالا برعکسش رو کشیدم و قبلا 0 تو این نقطه بود، 100 پایین بود. خب وقتی من میام یک منفی 50 یا همون نیم قرار میدم، استاپ لاس دوستان وقتی تو این محدوده قرار میگیره، خب این در واقع یه جورایی استاپ لاس امنی رو برای شما میسازه. خب حالا یک عددیه به نسبت حالا سوتر فیبوناچی که در آی سی تی از این استفاده میشه. این برای حالا بیشتر میشه گفت استاپ لاس گذاری خیلی مهمتره که حالا میتونید ازش استفاده بکنید. گفتم این اندیکاتور، این یعنی سطح فیبوناچی، دوستانی که حالا دیگه کار کردید سالیان سال میدونید که پس بنابراین چطور کار میکنه. یعنی اون هانت، بنابراین حالا اگر در کفا اتفاق بیفته، گفتم نشونه ریورسالش میتونه یک گپ باشه، میتونه یک عرض شود که حرکت بیوس قوی تو تایم 15 بهتره. از پایین شروع میکنید تایم 15 1 ساعت و عرض شود که تایمای میان مدت باشه. بعد از اون تو اون اصلاح که طبق حالا این فیبوناچی از 1.5 به سمت رنج شما میزنه، میتونید محدودهای انتخاب بکنید برای حالا یا برگشت که اینجا حالا ریورسال برگشت محسوب میشه، یا تو جهت عرض شود که سلش ادامه دهنده، یعنی به صورت در واقع ادامه دهنده بتونید بگیریدش. موضوع خیلی زیاده، سعی میکنم اون ویدیو قبلی که گذاشتم تیکای مهم هر شود که ویدیو رو در قسمت های بعدی بگم. نمیخوام سریع توی ویدیو همه رو بگم چون باعث میشه نتیجه معکوس داشته باشه براتون. هر سوال داشتین تو کامنت ها بپرسین. ممنونم که ویدیو رو دیدین. وقت همگیتون بخیر باشه. خدا